کل انرژی و توان خود برای بالا رفتن از تو به خرج میتیم که همین روند شرایط رو مساعد میکنه که ما نتونیم بیشتر برای ارتقا و ظرفیت‌سازی ادامه بدیم. و یکی از ورزش‌هایی که من بسیار دوست دارم اسکی هست که هر ساله شرکت میکنم در هر مسابقهش و برای بانوانم میخوام این رو بگم که اگر شما در خانه هستید پس لطفاً از جایتان برخیزین و به این هر ورزش که دوستان ادامه بدید.